طبق اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان امروز هیئت این وزارت برای مذاکرات با همتایان روسی خود وارد مسکو شدند. در نظر است امروز و فردا هیئت‌های تاجیکستان و روسیه مسئله تنظیم پروازها میان شهرهای این دو کشورها بررسی کنند. روز گذشته وزارت نقلیات روسیه اعلام کرد که به دلیل اختلاف نظرها در مورد پروازها از فرودگاه نوی ژوکووسکی نزدیک مسکو با تاجیکستان میان تاجیکستان و روسیه اختلاف نظرهای پیدا شده است. این وزارت هشدار داد که در صورت برطرف نشدن و رفع نشدن این اختلاف نظرها ممکن است از 8 نوامبر سال جاری پروازها میان شهرهای این دو کشور قطع شود. نورعلی دولت کارشناس مستقل میگوید که روسیه در بسیاری موارد با کشورهای پساشوروی برای برآورد ساختن منفعت‌های اقتصادی مالی خود با آنها فشار می‌آورد. یکی از امپراتورهای روسیه در قرن 19 گفته بود که روسیه فقط دو اتفاقچی دارد: ارمیا و فلوت. ما در طول تاریخ 25 سال استقلالیت تاجیکستان بارها دیدیم که روسیه در مناسبت با تاجیکستان در اکثر حالت وقتی که منفعت‌های استراتژیکش پیش می‌آید از فشار کار می‌گیرد. شیرعلی گنجزاده وزیر نقلیات تاجیکستان امروز به رادیوی آزادی گفت که به نتایج مثبت مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه در مسائل تنظیم پروازها میان شهرهای این دو کشور خوشبین است. مردان محمد، امرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.